حتی شخص کافر در ماه مبارک رمضان بمیره، او در قبر صحیح و سالم بدون عذاب هست تا بعد از رمضان. همین مجرد که رمضان تمام شد کافر به عذاب گرفتار میشه، اما مسلمان مستقیم وارد بهشت. تصمیم بگیریم نمازهای 5 وقتمون در ماه رمضان درست با جماعت تو مسجد که بعد از رمضان ادامه داشته باشه. نگو به حرمت رمضان ما نماز 5 وقت میکنیم. ما عبادتمون روزمون برای کیه؟ برای خداست، نه برای رمضان. ما بنده رمضان نیستیم، بنده رب رمضانیم که الله عز و جل باشه. نمازهای 5 وقت جزء برنامه ریزیمون باشه با جماعت تو خونه خدا. چقدر ارزشمنده در حال روزه فرض در ماه مبارک رمضان به نماز صبح، به نماز ظهر، به نماز عصر، به نماز مغرب